سلام و عرض ادب دوستان عزیز، امید که حال دلتان خوب باشد. از آنجایی که میفهمیم و درک کردیم در تاریخ 1 دسامبر 1939 آلمان بالای لهستان حمله کرد. 2 روز بعدش فرانسه و انگلیس اعلان جنگ داد بالای آلمان، بالای نازی های آلمان. با انگلیس و فرانسه همچنان وارد جنگ شد. هنوز کار انگلیس و فرانسه را یک طرفه نکرده بود، اما کبر و غرور. واقعا وقتی که میگه کبر و غرور طمع از جا شود، عقل انسان زائل میشه. دقیقا همین رقم شد. تاریخ 22/6/1941 بالای شوروی سابق حمله کرد. یکی از سنگین ترین و بزرگترین مرگبارترین جبهه جنگ جهانی دوم را رقم زد. پای خود بند کرد در شوروی سابق. این تانک بزرگ و سنگین را که میبینید دقیقاً در سال 1943 یعنی 1943 تا 1945 تقریباً 6000 تا 6500 تا را تولید کردن، یعنی ساختن، با وزن تقریباً 45 تن، با سرعت حد اکثر 55 کیلومتر بر ساعت و هم در جاده، با 5 خدمه: فرمانده، توپچی، گلوله‌گذار و اپراتور رادیو تیربارچی. و این تانک پانتر خیلی هم زننده بوده، فقط تنها مشکلی که داشته زیاد عوارض فنی و همه چیزها را داشته که برایشان صرفه نبوده. خوشبختانه در سال 1945 جنگ خلاص شد. جور و صحتمند باشید دوستان عزیز.